دوشنبه را احتیاط کنین دزدیدنش چخلای حاج وقتی حتی دزدیدن چخلی سلامتی خوبن نسترینو خوبن بود که عیناً چندین زنکور هم خیلی صورتاشون عکساشون رو روی کردن که پاسپورت طرز خریدن چخلای هر کی چندین نفر گفتی که اون خمام پزی من میپزد یا نه بعد خیمی را ریختن یکم ساعت دم میگیره یا روز میخیزه میخونم نمیره کارتا تروی که ما چیزی میچی میپردم یک لایک کامنتری و در حق دودار ما دعا را فراموش نکنین نیاز به دعای هر یکی شما داریم سلام درود بر شما. الحمدلله دیروز به ما خبر اومد که بارهای ما از اگیپت رسیدن یکم دست. الحمدلله وقتی که از مصر میبیاید انا همین گونه میبیاید ما میگیریم اپاکوفکا میکنیم برای شما پیشنهاد میکنیم سر میکنیم از انا همین ماست برای پیسی بهترین مزه برای عصر خندروز و روماتیسم مزه شترمرغ و اینچنین اینایش را توصیه میتیم. برای راههای نفس هوی کردن برای زکام برای گریپ بهترین اسپری میباشه و اون نفرهایی که اذیت میکشن از خورش دست اینای بهترین مزه برای نرم‌های رو برای پریشه این را توصیه می‌کنم. اینجا بهترین مزها هستند. برای معلومات بیشتر شما می‌توانید که در رقم‌های ما مراجعه کنید. ان شاءالله دکتر برای شما عادی کردن می‌فهمونه. مغازه سیارت‌شو در خدمت شما ای بندگان خدا. مزهای ما از اگیپت و هر کجا. السلام علیکم دوستان عزیز هواداران سومنای رحیم پروداکشن خداوند نگهبان هر یک ما شما باشد. امروز حضور داریم در ناحیه فرخار بعدی دوربینی دودرچه عزیز اومدیم که برای گردش ورم کرده ببینین عکسش میمونیم رفتن بالانسای ویدن تا ان شاء الله که خیمیوشو نگرفتن میگن شریدن که بود مانند دیدن بسیار نفرات دلای جگرشون برای دودرچه عزیز منسوخ که اکه رحیم هر چیزی که هست برای دودرچه دریغ نداریم ما دستگیر میکنیم. امروز میریم از مادر و پدر عزیزشون پرسان میشم که اول دودرچه ما چقدر و بعد گرفتن خیمیو سلامتی چقدر دیگه خدمت میبینید دوستان عزیز. خاطر پیشرفت کار ما یه لایک کامنتر دریغ ندارین. ما حضور داریم در ناحیه فرخار انا میریم بعد دوربینیش. السلام علیکم. حتی دزدیدن چخلی سلامتی خوبن نسترینو خوبن یاد کردی مرا یا نه مرا شناختی کیم ما رای پروداکشن ای قانش زنه انا دیده جیانی مرا سلامتی چخلی برای گردن شروع شده سخته تری بردم میز میکنی جنگ کرده سی آخی دیگه ها ایگو گز نمیترسی ها ای قانش بزنه این خیلی زور شده از جیانی ما از مادر و پدر عزیز پرسون میشه من نگاه کرد شری نرشده یا انا ان شاء الله نرش میشه پگه خدمت میکنن با وطن مادر را بشه کجا صحبت گفتی که اون خمام پزی من میپزد یا نه دیدی تخم پذیره پختک یا نه بیارم نداری تخم ولی یه روز میبرم اصلا در تخم میپذیرم من قانش بزنه میشه. دوستان عزیز الحمدلله بعد دوربینی دودرچه عزیز مادر عزیز و برادر عزیز رسیدیم ان شاء الله طول چندین وقتا میفته نکردیم اول دودرچه چیه اینا دوستان عزیز از پدر و مادر عزیزش پرسون میکنیم که بعد ویدن تا بودن دوشنبه دودرچه از ما چخل شد. یانگا سلام علیکم خوب هستین تنجا سین سلامتی خوب ان شاء الله. اویدی دودرچه عزیز ما بعد ویدن تا رفتن چی گپ شد؟ خیلی خوبتر شد اینا خیلی پس شده خیلی بهتر شده سلامتیشان خیلی خوردنشان خیلی خوب شده. شما چیکار کردین جراحی گفتن یا اینکه خیمیا گفتن؟ نه خیمیا گفتن خیمیا ریختیمش اینا 4 بورا 5 بورا میریزیمش چند پس 14 روز پس 14 روز پس یعنی 10 هفته پس هم میخیلن در یک ماه 2 بار. نرخ نوای خیمیش چقدر تا؟ نرخ نوای خیمیا تا همین از خودش همه طرفان 5000 افتیسه میروه ها یکم موندن در مثال ریاکسی یکم چی نداد بودک در برای که یکم شد گفته بودن که اپاس نیا یا نه گفته بودن همونجا گفتن که مقصدم که حالت عریضم نگرفتن زیالین نگرفتن بعد چی کردیم نویسیم دادیم نریختن یکم خیلی نشید سوز هماشا حالتش خوب شد. بعد خیمی را ریختن یکم ساعت دم میگیره یا روز میخیزه میخونه؟ نه یه ساعت برای اونجا میگیره در خواب دم میگیره هم بعد بعد میگیره بعد میخیزیم. دوستان عزیز خیمیا با مانند یعنی همه کپیلای همه کپیلا چخلی که میمونن همه خیلن فقط ان شاء الله که همه چی با خواست خدای مهربان نشه. اینا مادر عزیز اختیار خودش پیش از نوار کردن ما هم رفتگی بده نه ویدن تخشون با ما مادر قطعی گفتیم که مادر جان بیا یگون دولت دیگر رو کنیم جراحی کنیم یگون چیز دیگر که گفتن خیلی همین خیمیا را بگیریم مقصدش خیلی همین خیلی بود مادر جان خودتون صحبت کردیم الحمدلله با خواست خدای مهربان اینا نگاه کنیم میگه که وای ورمش پس شده نگفتن که چند قدر خیمیا میریزه نه نفتم نه تا حالتی همین پس شیدنش خیلی پس شیدنش میریزه گفتم بعد ای تیار شده هندوستان میبریمش یک نمود پرد بده یک دونش هم میدونیم اون نرخ
یک دونه‌شو 15 میلیون میموندیم. بعد چند تاییده که همون پاگزه میسوزوندن بخی گردنش. بعدی همون خیمه دیگه سازدنی نمیمونده. دیگه تیار شد بعدی پس شد بعدی میسوزوند. حاجی دیگر الحمدلله اشتیاش خوبه خوردناش خوبه یا؟ شکرانه خدا خیلی خوبتر شده که هزار بار شکر. برادرها یادم که زنگ بزنن احوال پرسی میکنن اصلا امورای گذشته. هزار بار شکر تلفن میکنم میپرسم. دادرچه ما چه خیلی گفته میپرسم. درست جانی ما چه خیلی گفته میپرسم. نو گفتن امونا دوستان عزیز یک واقعه شد که لعنت بر چنین انسان ها ده. مادر دیروز بود پریروز بود ما زنگ زده بودن. نفرای توجیکن بیگانه نیستن همین خیلی هستن اپا اسمسشون ما را مونده نویسن که رحیم پروداکشن در ما گپ زده که کمک کنین ماشینی که بی پدانالاتی را بی خیلی که یک کس پدانالات گفتن در کنیسه که دردت میکنه که حقی را خودانی های دوشنبه ستی را احتیاط کنین دزدیدنش چه خیلی حاجی وقتی که در شرکت های دوشنبه ستی میره صورت در دست میگیرم خیلی صورت میگیرم وقتی که همین خیلی صورت گرفتی اپا مونده کو سرز و ظلمت میکنن همین کارت دوشنبه ستی شما را ظلمت میکنن نگاه کنین که اینومی رحیم پروداکشن اپا ما در زن زد که اکم بگه که شما گفتگین یگان زنکی ورده میکنم ما گفتم درک ندارم در راه دارم گفتم ماشین که ایشون داد که عیناً چندین زنکا هم خیلی صورتاشون عکساشون رو روی کردن که پاسپورت طرز قبیدن چخلای حیاتی چندین نفر رو رسوندگی شاید که درو کارت پولی برای مثال سلامتی فرزندش برای یا روزگارش بود ای با خدا قسم ای با حقی را میخنن ایجاتون میزنه ایجاتون میبرویا هم خیلی بود اپا ختم گپ دادن بعد چی گفتن دیگه یگان افید ندادن نه بابا دیو هم یک شای دیگه یه مرده که دیگه با همون نامه نامره کارتا تروی که ما через مرچی میپرتم سو میپرتم که ما نمیپرتم کارتا ما صورتی کارتا تپرت بود رقمای کارتا در کنم تو ما نمیپرتم دیدین بعد ما دیگه چیش نکردم افیدش ندادم در واتساپ نویسیدن افیدش ندادم دیگه برای همین برادرها هر یک نفری میبینیم باور نکنین ماشین پاسپورتی را چیکار میکنه این آدمی که پول پارتوفانی پاسپورتی در تو چی در کو پارتوفتنی نمره در روی اکران است پنومی رو میزنی چقدر مبلغ در کار میپرتوی ای همه هم طلب دارن برای خوردن و برای بردنشون انشالله خداوند خودش پادشاه همه چی را میبینه و این خاطر برادرها به هر یک چیز باور نکنین شاید عینوی من پاجان گم میزنه که رحیم پروداکشن قدر پول گفت دیگر گفت همون ماشینی که ما یکم اومدن در وقت تاکید کرده بود که من یه نمره دارم زنگ تو میزنم به همون نمره این همین روز همون چیزی رسید که مثلا عینوی ما گپ زدن با عینوی دیگه رو و هم خاطر همش خوب میشه برادر جونو برای یگون کس باور نکنین هر چیزی که هست این رقمش هم در روی اکران میمونیم کارت به نام نسب مادر جون در نام نسب ختم بودن پول مول هم در دست ختم بود مادر جون استفاده ختم بودن چه خیلی بوده که مثال یا بگین که پول ما خدم گرفتم چند سمی در کارای بتومشون الحمدلله هممون خدا بالای سر مونده داریم همش در دست خچونن مثال خچون میگیرن رسو ای ما چه یا دستگیری کردن اگر ما هم نکنیم میکره خداوند بود میکنه دیگر کسا میکنن که در کاری سبب نیز ما هم شریک شیم بهترین میشه رقماتون کار میکنه هم رقم آفا چند بود 901 61 35 32 واتساپ همین هم داره واتساپ دوشنبه داره با کدوم کارتو دوشنبه سیتی هم ایش داره هم 904 61 35 32 هر دوشنبه نه برادر جون عزیز اول خیمیاش دوام داره نه هر یک خیمی رسخت کردن ای فرخور میخزن میروان یک روز دو روز میمونن وجود با ریختن و با دیگرش شاید که با یگان خوراکای غذانوکیش بلند باشه برای دو درچه خوردنش ان شاء الله که قوت بتونیم دستگیری کنیم الحمدلله بهترین میشه و به خاطر الله به خاطر روز قیامت اون میکنیم که صدقات جاریه میشه تا وقتی که دو درچه ما میگرده زندگی میکنه یک نفسی چقدر میگیره یک نفسی خوب میگیره ان شاء الله اجر ثوابش نصیب هر یک کدام ما شما میشه شاید که خداوند میتونست ما وقتا با مانند نمینم خیلی بهمون کنه لی گفت چی اینا نگاه که ما میتونم همین قدرت دارم که خیلی کنم برای هم با سلامتی خوب مشکل کردن در کار دستگیری کردن در کار که خداوند به همه چی قادره در آخر چی گفتن این مادر جون عزیز ان شاء الله باور که بسیار منت داریم بیان میکنم و مردمی غریب و مردمی توجیک خدمانو و همش که بسیار دستگیری من کردم هزار رحمت کلام خداوند فیض برکت چون ای زیاد کنه خداوند در بالای سر فرزنداشون در بالای پدر مادرشون خداوند نگهبانشون باشه هر کجای باشه سلامت باشید اکه عزیز من برای چی سوال ندادیم احسن استاد مهربان هم وقت از پای زندگی باور کنید با فکرم 60-70% کارم مادر جون خاطر فرزند پیش میبره همین خلاصه مثال از حالش بالانسا بردن ایش بردن برای همه شخصا مینداری رو با پدر اعظم میرسونیم آموزگاران این امروز کوشش کردن که برای نسل نورس یک درس خوب بتن یک راه خوب یک اخلاق خوب
براشون نشونتان میندور احترام میرسونیم و انشالله دعا میکنیم که خداوند فرزندتون بهترین فرزند شود، شفا از جانب الله ما همه بنده ها دعا میکنیم از پروردگار که خداوند دیگر درد سرش نبینین. آمین. الله اکبر. سلامت باشین دوستان عزیز. انشالله با از نوارای نوبتی نسبت گذشته برای شما پیشنهاد میکنیم که چی گپ باشید. یک لایک کامنت و در حق دادن ما دعا را فراموش نکنین. نیاز به دعای هر یک شما داریم. خداوند یار و مددگارتون